تارا پر اسب قهرمان. این داستان نبرد آخر. در هوا یک حس تغییر وجود داشت و تمام موجودات ارتفاعات اونو حس می‌کردن، مثل نسیم بهاری که با آمدن بهار به سرمای زمستان غلبه میکنه. و همه میدونستن که نبرد آخر بین تارا و بولگان نزدیکه و آرمان این مبارزه لقب رئیس اسب‌های آبشاره. کی آمده است؟ های های، دوست است یا دشمن؟ دوست. بیا جلو تا شناخته بشوی. بیا. دیدی کاروان، منم بمبون. دوست؟ با توجه به دوستی هایی که اخیراً داشتی این ادعا یکم مشکوک است. چی؟ این حرفی که میزنی خیلی شرم‌آوره، مثل اینکه فراموش کردی بولگا پدر منه. آقا اینجا چه خبره کاروان؟ یکی از افراد مظنون به دشمن آمده، اجازه ورود میخواهد. مظنون به دشمن؟ اون دختر من بنبن بی مصرف. قاطی نکنید. میکشمت. من بعد از آخرین ملاقاتمون خیلی فکر کردم پدر. درباره چی دختر؟ همه موجودات ارتفاعات تارا رو دوست دارن. اون اصیل و شجاعه و به اندازه کافی جا برای هر دوی شما هست. ولی فقط یکی از ما میتونه رئیس اسب‌های آبشار بشه. تارا باید مثل پدر شکست بخوره. اینو میفهمی یا نه؟ اما گرامان پیر بود و زمانش به پایان رسیده بود. پدر عزیزم مراقب باشید چون شما دیگه جوان نیستین. کاروان. جان کاروان. بله بفرمایید. خواهش میکنم بگو دورت بگردم، نگی میرم بر نمیگردم. زود برو تارا رو پیدا کن و بهش بگو که من اونو به مبارزه میطلبم و برنده رئیس تمام اسب‌های آبشار خواهد بود. فکر میکنین اون مبارزه کنه؟ قبلا که از این کار سر باز زده. خبر رو همه جا پخش کن. اگه مبارزه نکنه خبر ترسو بودنش در تمام ییلاق میپیچه. خندیدم، بسیار خوشحال میشم قربان. دیگه وقت این ابر سر اومده. عجب فضول باحالیم. خطر در دو قدمی. این دست جارو بدش نمیاد منو برای نهار بخوره، نه؟ رفت. باید صبح خیلی زودتر از اینا بیدار بشی تا بتونه منو بخوره. آهای اروی سریع و شجاع و قدرتمند. این دیگه کیه؟ ارو کجا بودی؟ چند روزه که ندیدیمه. خب گفتم حالا که تارا برگشته اگه من نباشم اون خیلی راحت تره. گله از این که من دیگه رئیس نیستم خیلی ناراحته. درباره هیولای دریاچه مهالو چیزی شنیدی؟ شنیدم، من خودشو دیدم. تارا بهتره مراقب باشه وگرنه برای صبحونه میخوره. نه اون فقط یه بایناپ پیر بیازار بود. در حقیقت دوست تارا بود. دوست تارا؟ کار همیشگیشه. کار همیشگیتونه همش سر راه من هستی. انقدر سخت نگیر آقا خرسه. به اندازه کافی این اواخر مشکل داشتم، تو دیگه بیشترش نگیر. از سر رام بارو کنار آقا خرسه میخواد رد بشه. سب کن من دنباله کسی میکردم که قرار رئیس بشه. روز بخیر کاروان. گفتی رئیس، چی کار میتونم برات بکنم؟ منظورم تو نبوده، اسب بی مغز حواس پرت. اون دنبال تارا میگرده. درسته. بله، چطور تو نمیدونی که دنبال تارا میگردن؟ از دست این تارا حیف من. بولگای قدرتمندم اینو میدونه و تارا رو به مبارزه طلبیده تا یه بار برای همیشه رئیس اسبای آبشار مشخص بشه. این خبر رو به همه بدین. بس من چی؟
تو هیچی حرف نزن. بون اونجا رو نگاه کن. مثل اینکه جوینده طلای پیر میخواد جایی بره. اسب قهرمان، از دیدنت خوشحالم. من دیگه برای دنبال طلا گشتن پیر شدم. همه یه چیزای خوب یه روز به پایان میرسه دوست من. متاسفانه من باید برم. میخوام به مناطق هموار برگردم و با دان و چارلی زندگی کنم. اونا یه جای کوچیک و قشنگی برام در نظر گرفتن. اما ناراحتیم از اینه که دلم برای تمام حیوانای ارتفاعات تنگ میشه، به خصوص برای تو و دوستانت. دیدی چطور شد؟ بولگا تارا را به مبارزه طلبید تا ببینه کی رئیس تمام اسبای آبشار میشه. و میدونی چرا؟ چون میدونه اگه با من بجنگه کتک مفصلی از من میخوره. فقط به همین دلیل. بولگا میدونه که تارا رو میتونه شکست بده. برای همینه که من از قلم افتادم. من آرو تنها اسبی که به دنیا اومده بود تا رئیس بشه. بهتره من برم پایین دم نهر تا این کره ها رو برگردونم. تو دره مخفی میبینمت. باشه بانبان، بعداً میبینمت. تارا خبرها رو شنیدی؟ بله بنی، باعث تأسفه نه؟ در حقیقت نه، دیر یا زود این اتفاق میفته. بله متوجه هستم، اما اون چند سال دیگه هم میتونست بمونه. نمیتونم تصور کنم چرا. اون هم پیره و هم چیزی جز یه زورگوی قرقرو نیست. بنی من تعجب میکنم، تو هم مثل من میدونی که اون همیشه خوب و مهربون بوده. چی؟ تارا من درباره بولگا خیلی چیزا شنیدم ولی نه خوب و مهربون. بولگا؟ اون چه ربطی به رفتن جوینده طلای پیر از ارتفاعات داره؟ جوینده طلای پیر؟ پس لابد تو درباره مبارزه بولگا چیزی نشنیدی. مبارزه بولگا؟ یک نبرد فقط بین تو و اون که یک بار برای همیشه مشخص بشه چه کسی رئیس اسبای آبشار خواهد بود. این خبر در تمام ارتفاعات پیچیده. این دفعه دیگه باید باش بجنگی. که این طور؟ آره دیگه وقتش رسیده که مبارزه نهایی خودتو به انجام برسونی و اون چیزی که واقعا حقته به دست بیاری. بولگا هنوز هم دشمن قدرتمنده. هیچ وقت تو نمیتونی تو جنگ تن به تن شکستش بدی. باید ذکاوت و زیرکی برای شکستش به خرج بدی. بولگا. بله راندا، چی شده؟ بولگا این مبارزه باید حتما انجام بشه. این چه سوالیه که میپرسی؟ این تارای تازه به دوران رسیده سالها مثل خاری در چشمای من بوده. اما اگه تو تارا رو شکستم بدی اسب جوان دیگه ای جاشو میگیره. پس اونم با خشم من روبرو خواهد شد. بعد یکی دیگه، بعدش هم یکی دیگه. بعد همشون خشم بولگای قدرتمند و خواهند دید. حالا تو از من میخوای چی کار کنم راندا؟ به سادگی خودم رو کنار بکشم؟ من و تو با هم میتونیم از اینجا بریم در صلح. هیچ کس نمیتونه جلوی این کارو بگیره، مطمئن باش. آنچه که تو میخوای غیر ممکنه. حالا منو تنها بذار. من هیچ وقت خودم از مبارزه با این تارای ضعیف کنار نمیکشم. موپوک میدونی موپوک؟ الان بهت ثابت میکنم که چرا بولگا از من وحشت داره. اون از مبارزه با من اجتناب میکنه چون میدونه اگه با من بجنگه شکست میخوره. فهمیدی؟ فکر میکنم فکر تو اشتباه و احمقانه است. اون خودشو با جنگیدن با کسی مثل تو به زحمت نمیندازه. اینو خودت هم میدونی عزیزم. بکنی موپوک. واه واقعا که موپوک هم چیزی سرش نمیشه. تازه به دانایی هم شهرت داره.
هرچی زودتر این مبارزه سر بگیره تموم بشه بهتره. اون وقت میتونیم آرامش و سکوت داشته باشیم. خب کاروان، خبر مبارزه رو پخش کردی؟ نه قربان، مطمئن باشیم پخشش کردم. خب یعنی میدونی قربان، در حقیقت من تارا رو ندیدم ولی حتما به گوشش میرسه. بقیه خبرها رو زود پخش میکنن. حالت به هم خودم خوشم. کاروان زود برو تارا رو پیدا کن نادون. جوابشو بگیر و زود برگرد. اما قربانت بگردم، الان یه عقاب گرسنه داره اون بالا پرواز میکنه، من میترسم. گفتم پرواز کن. باشه چشم اطاعت قربان، هرچی شما هم بفرمایید سرورم. چشم پرواز میکنم، پرواز. و بهش بگو میتونه زمان و مکانشو اون تعیین کنه. بذار ببینم یکی اینجا گشت میزنه کجاست. وای اولین عقاب تیزپر دوزیست دنیا. نابود شد. خدا نابود شدم. پدر، اگه اون جایی به من جواب بده. الان بیشتر از همیشه به راهنمایی های مفید شما احتیاج دارم. بله پسر، من اینجا. بولگا یه مبارزه تعیین کرده تا معلوم بشه کدوم یک از ما رئیس اسب‌های آبشار خواهد بود. این زمان باید فرا میرسید تارا. بله، اما آیا الان موقعشه؟ آیا من میتونم با بولگا زور آزمایی کنم؟ فقط یه نفره که میتونه به این سوال جواب بده تارا، و اونم تویی. تو باید در درون خودت به دنبال این جواب بگردی و اگه موقعش باشه خواهی فهمید. البته پدر، دقیقاً حق با شماست. اگه قرار من به عنوان رئیس انتخاب بشم باید این تصمیم رو خودم بگیرم. کس دیگه نمیتونه کمکم کنه. حرفات عاقلانه است پسرم، و هر اتفاقی هم که بیفته میخوام بدونی که من همیشه به داشتن چنین پسری افتخار میکنم. امیدوارم موفق بشی پسرم. متشکرم پدر و خدا حافظ. بابا یکی با آبکش من از اینجا بگیر. ما اینجا چی کار میکنی؟ آخه متشکرم. خب تارا چی جواب میدی؟ جواب؟ مبارزه با بولگای بزرگ. ایشون با بزرگی تمام معین کردن وقت و مکانشو خودت انتخاب بکنی. میتونی به سرورت بگی من اونو فردا پایین صخره‌های اکو هنگام طلوع آفتاب ملاقات میکنم. پایین صخره‌های اکو هنگام طلوع آفتاب. امیدوارم تا اون موقع روز خوبی داشته باشید تارا، چون آخرین خوشی توه. کاروان به موقع اومدی. همه چیز مرتبه ای خستگی ناپذیر بی‌نظیر. مبارزه برقراره. کی و کجا؟ پایین صخره‌های اکو در هنگام طلوع آفتاب. صخره‌های اکو. صخره‌های اکو. خوبه خیلی خوبه. همه فردا التماسای تارا رو در تمام ارتفاعات خواهند شنید. البته از صحنه‌های تماشاییش نباید بگذریم. نمیتونم تا اون وقت صبر بکنم. قربان هیچ
تماشاگری لازم نیست. این مبارزه فقط بین من و تاراست. بله، هرچی شما بگید سرور بزرگ. حالا پرواز کن و مراقب تارا باش. نمیخوام از چنگم فرار کنه، ممکنه خودشو ببازه. چشم، پرواز میکنه. تارا، آیا این مبارزه واقعا لازمه؟ اینطور به نظر میرسه بونبون. این روش تمام اسب‌هاست و در تمام ارتفاعات اینجوریه. اگه فقط به یه طریقی میشد ازش اجتناب کرد. میتونم بفهمم چقدر برات سخته بونبون، اما بولگا هم در تصمیماتش خیلی قاطع و هم برای عوض شدن سنش زیاده. بله، حق با توه. خداحافظ تارا، یعنی فعلا موفق باشی. خب تارا، پس تصمیم گرفتی بیای. مگه شک داشتی بولگا؟ تو اولین اسب جوانی نیستی که میخوای با بولگای قدرتمند سرشاخ بشی. من باید حتما این مبارزه رو ببینم، حتی اگه آخرین کاری باشه که انجام میدم. اما من مثل بقیه نیستم. برگرد اینجا ترسوی بیچاره. این بر نه، این بر نه، این بار بزنی. بیا بولگا، هرچی بیشتر بدوی بیشتر خسته میشی. بیس و مبارزه کن تارا، ای ترسو. دیگه هیچ راه فراری نداری تارا. کافی بود بولگا؟ چی؟ با یه ضربه شانسی فکر میکنی من کنار میکشم؟ نه، به این آسونی ها نیست. تارای لعنتی، محکم بیست و مثل یک اسب مبارزه کن. برگرد اینجا ضعیف مردنی. راه فراری نداری. تو تا حالا چند بار با من مبارزه کردی؟ ولی مطمئن باش که این آخرین مبارزه ماست. آماده باش برای شکست. چطور شد؟ ارباب چرا ولو شد؟ خیلی خوب تارا، تو برنده شدی. کارو تموم کن. با یه هول کوچولو من برای همیشه از زندگیت خارج میشم.
من تارا از این دسته رئیس اسب‌های آبشار هستم و همون عدالت و ذکاوتی رو که پدرم یعنی گرامان قدرتمند در حکمرانی داشت من هم در پیش خواهم گرفت و همچنین اعلام میکنم که زندگی بولگار رو بهش میبخشم، اما برای همیشه باید ارتفاعات رو ترک کنه. میتونه جای دیگه ای رو برای زندگی پیدا کنه، اما هرگز نباید به قلمرو من برگرده. من شرایط تو رو قبول میکنم تارا، البته بیشتر به خاطر همسرم تا به خاطر خودم. من تارا رو به عنوان رئیس جدید اسب‌های آبشار به رسمیت میشناسم. پس من چی؟ قربان میتونم خدمتی انجام بدم؟ تارای قدرتمند میتونم خیلی جاها مفید باشم، مثلا فضولی بکنم، مواظب خرابکارا باشم، خبرهای جدید بهتون بدم، همه کار براتم انجام بدم در خدمتم. و به این ترتیب ارتفاعات یک رئیس داشت که بر تمام اسب‌های وحشی حکمرانی میکرد، حکمرانی که قول داده بود ذکاوت و عدالت رو در پیش بگیره و همین کار را هم کرد، البته بدون کمک کاروان. و از تارا و همسرش یک نسل از اسب‌های اصیل و باهوش به وجود آمدند، اسب‌هایی که بعد از آنها به ریاست رسیدند.